کتاب اندوستین روزادار عطامیر خواجه معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان در بخش نثر بهترین کتابی سال در سال 2017 دانسته شد. حالا تمرکز کنیم سر حکایه اندوستین روزادار که نام کتاب هم از همین حکایه گرفته شده است. یک زمانی من در هفته‌واری روی آهن سرمحرر بودم و همین دوره‌هایی که نو اندوزگیری و من این گویم که اینستیتوت اندوز شروع شده بود، اومد یک نفر پیش من گفت که من از کمیته اندوز هستم. اون وقت ما حتی قریب که نمیدونستیم این کمیته اندوزش چیست، چندین سال پیش از این. و من گفتم مرحمت تفتیش کنید. یک مرد بسیار هم فربه غوثی، همین بسیار آدمی در نظرم دهشتناک نمود. خب گفتم مرحمت. بعد این کس آمدن، من گفتم چای خورید، یکون کنفیت پیشنهاد کردم. گفت که نه من روزه‌دار هستم. من گفتم این ماه رمضان گذشته است، این مردک چه روزه دارد؟ خب گفت که من روزه ماه رجب هستم. خیلی من گفتم یعنی بسیار آدم پاک هستم، بسیار آدم گویم که پرسو هستم و البته در بین اهل سودا و مثلا این خیلی آدمان بودن این خیلی آدمان مثلا گویا که زیر شبهه بود، ولی من خیلی فکر کردم شاید بسیار آدم وای باشند. خب در هر صورت بعد بین ما گفت که من تفتیش نمیکنم، برای من چند سوم بده. من گفتم من پول ندارم. اون وقت بسیار دوره دشوار بود و اصلا مثلا من به اون کس پولم نمیدادم یک مثل پورا، ولی خب خلاصه خیلی مجبورم کرد بود. من گفتم آخر من همگی یک چند سوم میگیرم که وای با زندگی هم نمیرسد. گفت که از پول دولت بده. من گفتم این پول دولت هم آخر من گازیت میبرورم. گفت که نه. گفت که اندوزچین نوزر اندوز دو کیسه دارد، یک تاش با کیسه خودش، یک تاش کیسه دولت. مثلا پولی که تو با دولت میگذرونی اینقدر بودجه دولت رو پر نمیکند، ولی همون 100 سومی که با من میتی مثلا این در کیسه من پول کلان است، برای این منبتی. شما یعنی با نوشتن حکایه اندوستین روزادار به جامعه چه پیام دادنی هستید؟ مثلا که امروز مشکل اندوستانی میتوان که یکی از دردسرهای صاحبکاران است و با آمدن کارمند انداز آنها هراس زده میشوند و پیام شما چی است با این حکایه؟ پیام من این است که یعنی که نفرانی که با دست و دل پاک باید در این کار کنند، در همین گونه نهادها کار کنند، فکر میکنم کمتر هستند، چون تجربه حیاتی نشون میدهد که از بین اینها بسیار بازداشت میشن. مثلا سال گذشته و دیگر سال هم خب هم اندوز و هم مثلا دیگر نهادهای قدرتی و حفظ حقوق که با مردم سر و کار دارند، یعنی که مردم بیشتر از همون خودشون شکایت میکنند و ما میدونیم که مثلا حتی مثلا آدمان رو با میلیون دلار مثلا بازداشت کردن از سال گذشته. در حکایه اندوستین روزادار شما چند مشکل رو مطرح کردید؟ مثلا مشکل این که چخیل خودتان گفتید زیاد آمدن تفتیشگران به اداره ها و هم اینکه یگان طمع داشتن آنها، یعنی هدفشون یگان طمع است از گرفتن. اما سوالم حالا این است که شما به نظرتان این راه حل چی بودن میتوند؟ یعنی منظورم آدمانی که در این نهادها کار میکنن باید از بین آدمان پاک انتخاب کرده شوند. این بسیار مهم است برای جامعه ما. شاید در اون دوره بی سر و سامانه البته جای داشت یک مورد که مثلا معاششون کم بود یا یکم مثلا کمبود زندگی دیگر بود، ولی امروز با این مثلا رشوه ستانی و با این گونه مناسبت نسبت به نفرانی که مثلا برای جمعیت صاحبکاری میکنند، نون خودشون را حساب خود این میابند یا عائله خودشون را تامین میکنند، این نمیزیبد.